اینک بسنه سروندی محبوب خلق تاجک هنرمندی مردم جمهوری تاجیکستان خاصیت درخشانه مرمت سلام درود همدیارای عزیز مهمانای عزیز همه شما امشب این شب شعر محبت عشق و روزی از همه خرسندی برادر عزیز من حبیب جان حبیب سلیمانی همه زن خوش آمده میگویم راستی گپ حبیب جان امروزها پروازهای بلند دارند در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری ما و قریبی در دوشنبه بود چنین شب زیبا چنین یک شب شعر سرود و خیلی خوب گذشت. امروز هم باوری دارم که خیلی خوب میگذرد برای آنکه اگر حبیب جان صمیمی نباشد، حبیب جان همیشه در خدمت خلق نباشند، اینقدر هنرمندای زیاد از کجا می‌آمدند؟ برای آنکه این کس دوستدار شعر سرود دوستدار همه هنرمندا هستند و همیشه درباره هنرمندا هستند. این کس اساساً گویم قبلتون کی گویم اگر میگوین که از هنرمندای اصیل استاد جوربک هستند. این کس دست راستی استاد هستند. استاد صحت و سلامت باشند و امروز افسوس که با بسیار سبب‌ها آمدند لیکن همه شاگردانشان حبیب جان هستند، در پهلوی حبیب جان هستند. حبیب جان وقتی که در تلویزیون کار میکردن در شعبه موسیقی با تمام هنرمندا سر کار داشتند، با تمام هنرمندا همکاری میکردن، همه را تکلیف میکردن. برنامه‌های ما که 3 ساعته بود باور کنید همون وقتا یکمین کنسرت من شب ایجادی من حبیب جان همه شب 3 ساعته با واسطه تلویزیون به مردم پیشکش کردن که مردم همونجا شناخت. همه ما هنرمند من، افضل شاه، حسن مراد، قابل جان، آرزوگل همه هنرمندی که از طرف خدا ما هستند و دیگر بیرون از جمهوری هستند همه با همکاری حبیب جان در برنامه موسیقی برنامه میکردن. یک مثال عادی اگر حبیب جان در یادشان باشه من میگم که برای چی سیر غیرت گفتشون هستیم همون گفت بود میکنن همون کار را میکنن. ما همین پنجکت و سفری هنری کردیم بعد قشلاق مامیان رفتیم. قشلاق مامیان رفتیم اونجا یک حافظی خلقی دارم استاد سراج سفر و با همراهی آن کس خود برادر بودن هر دوشان و یانقل اولاقل و فرزندای استاد سراج هم صنعتکار هستند و ما خانه‌شان مهمانداری کردن. گفتن که من خاصیت جان یک آرزو داشتم اون شب شعر سرود خواندیم تا سفر یک آرزو داشتم که یک بار همین دوره پیری و من همین تلویزیون و گرفته برم دستگیری کنم. بسیار اینجا من میگفته که ما وعده کردن که یکم تشنه کردن همین میتونی کردم. من گفتم استاد همین کار من تشکیل میکنم برای چی دلم پر بود که حبیب جان هستن در اونجا دستگیری میکنم و همین چیز تشکیل کردیم. گفتن که نمیشه امیدشون رو کندگی بدن لیکن تشکیل کردم. حبیب جان رفته در قشلاق همین بنوار گرفته آمده در دوشنبه گرفته بردم. من انسامبل یه وقت انسامبل جوانی راهبرشون بودم همین انسامبل پیشکش کرده بودم. گفتم که من استاد سراج گفتم استاد عزیز همین انسامبل در اختیار شما، حبیب جان در اختیار شما. همین یک برنامه تلویزیون برآمد کردن آمدن با خانه ما مهمان شدن. همون روز من مهمانداری کردم. همون روز یکمین مرتبه آرزوگل نزد من با آمدگی همون روز امتحان نزد من آمدگی که افجان من میخوام که شاگرد شما جان. گفتم بسیار خوب شب خانه ما میبید استادای بزرگ هستن همونجا میخواند امتحان که گذاشته مرحمت همین خیلی هم شد. آرزوگل هم آمدن سرود خانی کردن در خانه شدیم که سرود خانی کردیم و این مردک همون که خرسان شدن با فرزندان شد و بعد همون رفتن داریم بیا همین یک ماه نگذشت که آدم از زمین گذاشتن لیکن کاری خیری حبیب جان کردگی این مون در دل مردم. یک از همیشه دستشان خیر است. من باوری دارم که
و تمام همین آرزوهای نیکشون خدا جان رساند. آرزوی هوسی فرزندای بینن، نبیرهای بینن و همیشه فرزند این دیار هستند. امروز مردم دیار ما آمدتان ما فخر میکنیم با همین خیلی فرزندهای دیار. همتون خوشحالتون با دستگیری شما حبیب جان برای شما همیشه خدمت میکنن، حرکت میکنن که آبروی همین مردم تاجیکستان هم بردارن با شعر و سرودهای خودشون همیشه در خدمت شما باشن. سلامت باشید. خوشحال حبیب جان مبارک شد. یک دو سرود بخونم. یکمش مفتی تربیه است، دومش مفتی تربیه. خوشا عشقی وطن عاشق ترم کرد، خوشا دردی وطن صادق ترم کرد. خوشا عشقی وطن عاشق ترم کرد، خوشا دردی وطن صادق ترم کرد. چو بلبل به سرایم وصفی حسنش، نواگر حسنی الهام آورم کرد. چو بلبل به سرایم وصفی حسنش، نواگر حسنی الهام آورم کرد. صفای زندگی صبحی امیدش، سراپا نور مهری خاورم کرد. صفای زندگی صبحی امیدش، سراپا نور مهری خاورم کرد. نمیمیرم دیگر هرگز در این ده، که عمری جاویدان را باورم کرد. نمیمیرم دیگر هرگز در این ده، که عمری جاویدان را باورم کرد. در دست خامه سخنور مهر پاکی مادرم کرد. حبیبش هستم و در دست خامه سخنور مهر پاکی مادرم کرد. خوشا عشقی وطن عاشق ترم کرد، خوشا دردی وطن صادق ترم کرد. خوشا عشقی وطن عاشق ترم کرد، خوشا دردی وطن صادق ترم کرد. چو بلبل به سرایم وصفی حسنش، نواگر حسنی الهام آورم کرد. چو بلبل به سرایم وصفی حسنش، نواگر حسنی الهام آورم کرد. خوشا عشقی وطن عاشق ترم کرد. یک سرود دیگر رقص میکنید. مرحبا یک بار خسته رقص میکنید شما.
دوشنبه چون باغ دل و دیده بیناست دوشنبه ای دوست بیا جای تماشاست دوشنبه چون باغ دل و دیده بیناست دوشنبه سر تا قدمش مهر و محبت بود و عشق آهنگ دل و زیبی تمناست دوشنبه آهنگ دل و زیبی تمناست دوشنبه به جهان معرفتی دل به فضایت گلگشت زمین را و زمان راست دوشنبه نازم که چونین شهر هوس خانه دل شد کاشانه عشق آور دل هاست دوشنبه کاشانه عشق آور دل هاست دوشنبه ای دوست بیا جای تماشاست دوشنبه چون باغ دل و دیده بیناست دوشنبه ای دوست بیا جای تماشاست دوشنبه چون باغ دل و دیده بیناست دوشنبه سر تا قدمش مهر و محبت بود و عشق آهنگ دل و زیبی تمناست دوشنبه آهنگ دل و زیبی تمناست دوشنبه سلامت باشید عزیز سربلند باشید خدا نگهدار من به بزم جمشیدی با آمد مبارک باشد تشکر گل امید و آرزو به باغتان شکفته با سرور عشق عاشقی به قلبتان نرفته با سرود روزگار تو چو کیف شیر سفته باد به ناکسان بدگوهر در دل تو بسته با مدام قلب دشمنت شکسته باد و خسته باد چو نام خواهی از هنر تو را وجسته نام باد چو کام خواهی از حیات تو را زندوز کام باد چو بخت خواهی از وطن بمانی که بر دوام باد برای خاطر درشمونی هزار من سلامت باشید اینک